در ویدیوی یکم درباره گروه‌های تاجیکی مؤسسه‌های تعلیم عالی جمهوری ازبکستان معلومات دادیم. اینک در نوار دوم به خوانندگان گروه درباره عدد دانشجویانی که به این گروه‌ها قبول کرده می‌شوند معلومات می‌دهیم. به گروه تاجیکی فیلولوژیا و بازآموزی زبان‌های دانشگاه دولتی سمرقند جمع 30 نفر قبول کرده می‌شود که از آن 10 نفر با گرانت دولتی و 20 نفر در اساس شرطنامه یعنی کانترکت. به این گروه دانشگاه دولتی بخارا 25 نفر دانشجو، 10 نفر با گرانت و 15 نفر با کانترکت قبول کرده می‌شوند. به گروه تاجیکی فیلولوژیا و بازآموزی زبان‌های دانشگاه دولتی ترمیز و دانشگاه دولتی فرغانه 25 نفری یعنی 5 نفری با گرانت دولتی و 20 نفری در اساس شرطنامه کانترکت قبول کرده می‌شوند. به گروه تاجیکی تعلیم تا مکتبی دانشکده آموزگاری ازبکستان فنلاندیایی تابع دانشگاه دولتی سمرقند 25 نفر دانشجو، 7 نفر در اساس گرانت و 18 نفر در اساس کانترکت قبول کرده می شود. به گروه تعلیم ابتدایی دانشکده هم همین خیل است. 7 نفر با گرانت دولتی و 18 نفر در اساس شرطنامه. به گروه تاجیکی متماتیک باشد 20 نفر دانشجو قبول کرده می شود. از آن 8 نفر بودجت و 12 نفر کانترکت. به گروه های فیزیکا، کیمیا و بیولوژیا 16 نفری دانشجویان قبول کرده می شوند. از آنها 4 نفر با گرانت دولتی و قسم دیگر یعنی 12 نفری در اساس شرطنامه تحصیل خواهند گرفت. به گروه تاجیکی تعلیم تکنولوژی دانشکده آموزگاری ازبکستان فنلاندیایی تابع دانشگاه دولتی سمرقند باشد 20 نفر، 5 نفر در اساس بودجت و 15 نفر در اساس کانترکت قبول کرده می شوند. در دانشکده دولتی پداگوژی چرچیقی ولایت تاشکند گروه های تاجیکی تعلیم تا مکتبی، تعلیم ابتدایی و زبان و ادبیات تاجیک موجودند که به همه آنها 25 نفری جمع 75 نفر دانشجو قبول کرده می شود. در همه گروه ها 5 نفری در اساس گرانت دولتی قبول کرده می شوند. قسم دیگر یعنی 20 نفری دانشجویان هر یک گروه در اساس کانترکت تحصیل خواهند گرفت. به گروه تاجیکی تعلیم تا مکتبی دانشکده دولتی تدبیرکاری و پداگوژی دهنوی ولایت سرخاندریا 20 نفر دانشجو، 5 نفر بودجت و 15 نفر کانترکت قبول کرده می شود. به گروه تاجیکی تعلیم ابتدایی دانشکده باشد 15 نفر، 5 نفر با گرانت دولتی و 10 نفر در اساس شرطنامه تحصیل خواهند گرفت. به گروه متماتیک و انفرماتیک و بیولوژیایی دانشکده دولتی تدبیرکاری و پداگوژی دهنوی ولایت سرخاندریا 15 نفری دانشجو جمع 30 نفر قبول کرده می شوند. از آنها 5 نفری امکان تحصیل را با گرانت دولتی به دست بیارند، 10 نفری در اساس شرطنامه قبول کرده می شوند. در عموم به گروه های تاجیکی مؤسسه های تعلیم عالی جمهوری ازبکستان 408 نفر دانشجو، از این 109 نفر با گرانت دولتی و 299 نفر در اساس شرطنامه یعنی کانترکت قبول کرده می شوند. از دانش آموزان اعلاخوان و پیشقدم خواهش میکنیم که به این گروه ها حجت سپارند و به بخت بزرگ دانشجویی مشرف کردند. خوانندگان عزیز، مشتریان گروه صدای تاجیک، ما را پیگیری کنید و ما در نوار نوبتی خود درباره گروه های تاجیکی شکل تحصیلات غایبانه و شبانه، شماره قبول دانشجویان به این گروه ها معلومات خواهیم داد. با ما بمانید و این نوار را به دوستان خود فرستید تا آنها هم از این نویدهای خرسند بخش با خبر شوند.